وطندارای عزیز، سلامتی خداوند عیسی مسیح پادشاه سلامتی کت شما باشد. در هر جایی که هستین خدا شما را دوست داره و خدا را شکر میکنیم که خدا یک روز دیگه برای ما مهیا کرده تا ما به حضور خدای متعال بیاییم و از او بطلبیم تمامی چیزهایی که ما نیاز داریم. خدا را شکر میکنیم که خدا میشنوه، او شریک دردهای ما هست. کلام خدا بسیار واضح است در مورد عمل خدا در زندگی هر انسان. کلام خدا برای ما بسیار واضح است وقتی که او میگه بار تمام تشویش خود را، بار تمام تشویش های خود را به خداوند بسپار و او از تو حمایت میکند. او هرگز نمیگذارد که شخص عادل بیفتد. کلام خدا برای ما واضح است که خدا انسانها را دوست داره و او میخواهد که انسانها به او رجوع بکنه. ما در دنیای بسیار مشکل قرار داریم، در دنیای بسیار سخت هستیم. هر چیز از روزی که یک طفل تولد میشه تا روزی که یک انسان در گور میمیره، اما قسمی که کلام خدا میگه از خاک تو را سرشتم و به خاک خواهی برگشت. زندگی انسان زندگی پر از مشقت است. در هر جایی که انسان باشه، خواه گدا باشه و خواه پادشاه باشه، زندگیشان پر از مشقت است. بعضی کسایی که ارباب اختیار هستند و پادشاه هستند و یا پولدار هستند، ثروت دارند و شبهایی دارند که خواب ندارند، شبهای پر از تشویش دارند و غیره، یا از طمع یا از ای که خود بالاتر ببره. خلاصه به هر صورتی که هست هر انسان مشکل و مشقت در این دنیا داره. و اما وطن عزیز ما افغانستان از دهه‌های سخت و دشوار جنگ و خانه جنگی و چیزهایی که ما با او باید بگوییم که انتقام و برادرکشی و این چیزها ما گذاشتیم. ما روزهای بسیار سخت واقعا دیدیم و هنوز هم میبینیم. علت تمامی از این چیزها باز هم امو گناه است که در طبیعت ما داریم. گناه است که تمامی از این نفرت ها را به بار آورده. گناه است که انسان توسط یک انسان دیگه میکشه. گناه است که انتقام به بار میاره، کینه و بغض و عدوت و نفرت و تمامی از این چیزها را بین انسان ها میاره. گناه است. پس وقت ما در مشکل هستیم یگانه چاره ما خداست. کلام خدا برای ما میگه که خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. کسانی که پیرو خدای حقیقی هستند، کسانی که پیرو عیسی مسیح هستند، عیسی مسیح بر از او دلیل کامل داره که حتی در مصیبت، حتی در مشکلات چی این مشکلات از هر گونه ای که باشه، خداوند با ماست و آینده کسانی که در مشکلات هستیم و ایمان داریم به خداوند عیسی مسیح، آینده ما تضمین شده. درست است که یک چند وقت مشکل ما در این دنیا می داشته باشیم، یک رنج زودگذر، رنج که با عمر ما خلاص میشه، از بین میره. درست است که ما از این حالات میگذریم و اما خداوند روزی را میاره در زندگی ما که تمامی از این چیزها از بین میره و ما در حضور خدای مقدس در آسمانش زندگی ابدی را شروع میکنیم. ما نمیخوایم که زیاد بگوییم و اما ما هم از درد و رنج و از نفرت‌های زیادی در زندگی خود ما گذاشتیم. از رد شدن، بله، توسط
دوستای ما، اعضای فامیل ما رد شدیم و ما بعض از این چیزها را، بعض از این دردها را در قلب خود ما داشتیم، در زندگی خود ما داشتیم، در تجربه خود ما داشتیم. جایی که در هندوستان با دوستانی که زندگی میکردم مرا به خاطر ایمان مسیحی مرا بیرون کردن و من در جاده ها زندگی میکردم و من مشکلات بسیار زیاد دیدم، بسیار به مرضهای سخت مبتلا شدم، حتی مرضهایی که کم بود جان مرا بگیره از ما و ما در حالت مرگ آمده بودم. این تمامی چیزها در زندگی ما رخ میده و اما خداوند ما شکر میکنم که خداوند برای مؤمنین خود فیض عطا میکنه. وقتی روز سه‌شنبه برنامه قبلی ما داستان برادر فرهاد شنیدیم که ایشان چطور در مشکل است. واقعا رنج زیادی برای ما هم رسید و دوستای زیادی ما برای ما ایمیل رایی کردن و حتی در فیسبوک انداختن که چطور تمامی از برای برادر فرهاد دعا میکنن، برای برادر جمال دعا میکنن. خداوند خدای شنواست. خدا را شکر میکنیم که خدای ما خدایی است که ما میتونیم به او واقعا توکل بکنیم. بله، درد، رنج، مصائب، بیماری، طوفان‌ها در زندگی ما هست، یا میاین و میرن، تیر میشن. بله، و اما چیزی که پایدار است، چیزی که همیشه است، او شادمانی خداوند هست. چیزی که دائمی است و ثقه است، او محبت و فیض خداوند است که در وجود، در زندگی و در تاریخ کسی که به او توکل داره نوشته شده و او را هیچ کسی از بین برده نمیتونه. هیچ قدرتی نیست که ما را از محبتی که خدا در عیسی مسیح در زندگی ما انداخته ما را جدا بسازه. محبتی که خدا به ما نمود، محبتی که او بالای ما انداخته، محبتی که او داخلش ما را آورده و ما را به فرزندی خود گرفته. امروز ما دعا میکنم که خداوند ما را کمک بکنه وقتی که ما از کلام خدا در مورد از این موضوعی، وقتی که در مشکلیم، وقتی که در مورد از این ما میخوانیم از کلام خدا، ما دعا میکنم که وطندارای عزیز ما در هر جایی که هستن، دعا میکنم که مرهم باشه ای آیات، مرهم باشه ای برنامه برشان. دعا میکنیم که دست عیسی مسیح خداوند بالایشان باشه. واقعاً هیچ کسی نمیتونه از مشکل کسی دیگری به او طوری که او شخص از او مشکل میره آگاه باشه بجز او شخص خودش و خداوند. متوجه باشین که خداوند آگاهی داره. من حسین اندریاس و در این استودیو کسانی که در اینجا هستن شاید او درد و رنج شما را نتانیم پیمایش بکنیم و اما خداوند میتونه این کار را بکنه و خدا را شکر که توکل ما بر اوست. ای خداوند عزیز، به نام مقدس عیسی مسیح تو رحم فرما بالای مردم. کمک و وطندارای ما را در افغانستان، در ایران، تاجیکستان و در هر جایی که هستن. ای خداوند، کسانی هستند که بیمار هستند، کسانی هستند که در حالت مهاجرت هستند، کسانی هستند که تکلیف دارن. خدایا تو مشکل کشایشان باش. مدد فرمای خداوند به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح. آمین. آمین. خدا را شکر می کنیم. امروز هم به ادامه برنامه های گذشته ما قسمت 4 وقتی که در مشکل ما ایره ما از کلام خدا چند آیات سرش غور می کنیم. ما در مورد مشکلات که در نتیجه اشتباه خود ما بود 3 برنامه بسیار خوب داشتیم، هرچند که ما میتونیم از زندگی بسیار مؤمنین دیگه ای که در کلام خدا بودن و در مشکل افتادن به خاطر اشتباهات خودشان زیاد این تو چیزها را در کلام خدا داریم و اما از همین 3 داستانی که ما فی الحال تا بال را خواندیم، ما امیدوار هستم که وطندارای عزیز ما
امیدوار هستیم که ما از کلام خدا یاد گرفتیم و چطور ما خود تسلیم خدا بکنیم. امروز ما قسمت دوم از این مشکلات در نتیجه حادثات طبیعی را از کلام خدا برای وطندارای عزیز ما بخش میکنیم و بعضی آیات از کلام خدا میخوانیم و غور میکنیم. اگر شما گواهی دارین، اگر شما گفتنی دارین، اگر شما مسیحی هستین در مشکلات هستین و اگر شما حتی به عیسی مسیح ایمان ندارین، مشکلات دارین، خواهش میکنیم تلفن کنین. یک جای یاد میگیریم از کلام خدا، یک جای توکل میکنیم بر خدای زنده، چون او واقعا مشکل کشای حقیقی ماست. او میتونه که ما را نجات بده، او میتونه که بشنوه ما را. و اما پیش از اینکه ما پیشتر بریم در کلام خدا، امروز داود جان از ایران تلفن کردن. این تلفنشان میگیریم و بعد از اون میپردازیم به صحبت ها از کلام مقدس خدا، از کلام زنده خدا. داود جان وطندار عزیز من، مانده نباشی، روی خط هستین، بفرمایین. سلام. سلام داود جان، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ من نشنیدم، آوازتان قطع میشه برادر، یک کمی نزدیکتر صحبت کنید. یوحنا مرا معرفی کرده. بله؟ آقای یوحنا مرا معرفی کرده. آقای متاسفانه آوازتان نشنیدم داوود جان، بسیار آوازتان قطع میایم. من میفهم از راه دور تلفن میکنین و ما امیدوار هستیم که شما دوباره بتانین که تماس میگیرم باهاتون. بله داوود جان میشنوم، اینال بگوین برادریم. بله. نه از این زندگی خشم و نفرت دیگه خسته شدم، میخواستم وارد یه زندگی محبت آمیز بشم. برادر عزیزم، آیا میخواین که به عیسی مسیح ایمان بیارین؟ عیسی مسیح میتونه که زندگیتان پر از محبت بکنه. بله. برادر عزیزم، آیا شما ایمان دارین که عیسی مسیح یگانه نجاتگر است؟ بله. ما میتونم تا فردا شب ایمیل خدا براتون درست کنم، در ایمیل بزنیم. آمین برادر. میخواین که من دعا کنم کتیتان و به عیسی مسیح ایمان بیارین؟ بله. حالی که نمیدونم چون صدا یه خورده ضعیف است، با خاطر از این صدا خیلی یه خورده ضعیف میاد. فرق نداره، ما میشنویم وطندارای ما میشنون، ما واضح میشنویم. فی الحال میخواین من دعا کنم براتون که به عیسی مسیح ایمان بیارین؟ بله. لطفاً از پشت ما یک دو سه سوال میکنم و بعد از او دعا میکنم. آیا داوود جان شما ایمان دارین که عیسی مسیح یگانه منجی بشر است؟ بله. و او خداوند است که به خاطر شما قربان شد و خون خود ریخت و شما را با خون خود خرید؟ بله. خدا را شکر. و شما ایمان دارین که به خاطر شما مرد، دفن شد و در روز سوم از مردگان برخاست؟ بله 100%. آمین. پس دعا کنین این دعا را برادر عزیزم، بگوین ای خداوند تو را شکر میکنم. ای خداوند تو را شکر میکنیم. ای خداوند شکر میکنم که عیسی مسیح به خاطر گناهان ما فدا شد. ای خداوند تو را شکر میکنیم که عیسی مسیح به خاطر ما جان خود را فدا کرد. آمین. ای خداوند ما امروز عیسی مسیح را به حیث یگانه منجی و خداوند خود در قلب خود میپذیرم. ای خدا مسیح را مثل عالم منجی در قلب خود نگاه می‌داری. من ایمان دارم که من امروز در فامیل خداوند شراکت دارم و داخل شدم. ما ایمان داریم امروز در تقدیر خداوند. بله، در فامیل خداوند، در خانواده خداوند، در فامیل خداوند بله شریک شده ایم. به نام عیسی مسیح خداوند. آمین. به نام خداوند عیسی مسیح. آمین. آمین. داوود جان خداوند شما را برکت بده و شماره تلفنتان حتما پیش ما هست و بعد از برنامه ما کوشش میکنیم با شما تماس بگیریم و خدا را شکر میکنیم بر از این محبتی که خداوند به شما کرد و به این که
شما عیسی مسیح را در قلب خود جای دادین. خداوند، خدای جهان را، خدای کائنات شکر میکنیم. ای خداوند عزیز، برادر ما داود برکت بتی و ای خداوند او را رشد روحانی بتی و کمک کو که برادر ما در تو، در کلام تو رشد کنه و خوشی های عیسی مسیح را که این خوشی ها را هیچ کسی از ما دزدیده نمیتونه در زندگی ما، در زندگی برادر داود تکمیل شود. به نام مقدس خداوند و یگانه منجی بشر عیسی مسیح، آمین. داود جان، در آسمان ملائک خوشی میکنن امروز و شادمان هستن. شادمان باش برادر عزیزم در خداوند عیسی مسیح. در تماس می باشیم که شما برادر عزیزم و بسیار تشکر از تلفنتان، بسیار تشکر از محبتتان. خدا را شکر میکنیم برای شما. واقعا وقتی ما در مشکل هستیم، خداوند او ملجای ماست، او دست رسایی داره با ما هرچند که ما در مشکل هستیم و اما خدا میگه مشکل شما بالای ما است. از همون خاطر کلام خدا میگه که تمامی تشویش خدا بالای ما پرتو. خداوند میگه چون من تشویش شما را دارم، من در قصه شما هستم. بعضی وقتا شاید ما بگیم که کی در قصه ما است؟ خداوند عیسی مسیح میگه من در قصه شما هستم، من تشویش شما را دارم. چقدر خوب است، چقدر عالی است کلام خدای ما. خدا را شکر میکنیم برای یک فرد دیگر در فامیل خداوند، فرزند خداوند میشه. خدا را شکر میکنیم. پس ما یک آیت، البته نصف آیت از انجیل مقدس متی برای شما وطندارای عزیز من میخوانم که این آیت بسیار آیت مهم است. هرچند که این شروع از آیت 43 فصل 5 متی شروع میشه، وقتی که عیسی مسیح میگه شنیده اید که گفته شده است همسایه خود را دوست بدار، با دشمن خود دشمنی کن، اما من به شما میگویم دشمنان خود را دوست بدارید و برای کسانی که به شما جفا میرسانند دعا کنید. به این وسیله شما فرزندان پدر آسمانی خود خواهید شد. چون این از عیسی ما میگیریم، این نصف آیت برای شما از کلام خدا میگیم. کلام خدا میگه چون، متوجه باشین بسیار مهم، چون او یعنی خدا آفتاب خود را بر بدان و نیکان، بر بدان و نیکان، متوجه باشین یکسان، یک رقم به یک ترتیب میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. پس هیچ فرق نداره. اگر شما به عیسی مسیح ایمان آوردین فکر میکنین که تمامی مشکلاتتان رفع میشه و بعد از او هیچ مشکل ندارین، نه. وقتی که در حقیقت وقتی که شما به عیسی مسیح ایمان میارین، مشکلات شما زیادتر میشه، شما زیادتر در مشکلات میفتین، به خاطر از اینکه آل یک واضح جبهگیری میشه. چون قدرت شیاطین با شما جبهه میگیره و کوشش میکنه که شما را از بین ببره و کوشش میکنه که شما را در رنج، در مشکلات بندازه. کلام خدا برای ما میگه از زبان خداوند ما عیسی مسیح در مورد صلح، او میگه من سلامتی میتم و همچنین او میگه من نامدیم که سلامتی بیتم، من نامدیم که صلح بیارم. وقتی که میگه من سلامتی میتم، این سلامتی جاودانی است که او میته. وقتی که میگه که من نامدیم که سلامتی بیتم، به این معناست که او میگه وقتی که شما به من ایمان میارین، حتی اعضای خانواده خود شما برخلاف شما میخیزه و برخلاف شما می جنگه و شما را اذیت و آزار می رسانه و شما را لعنت می کنه. و اما ما باید متوجه باشیم که وقتی که خداوند در مورد مشکلات صحبت میکنه، اینجا درست است، ما را خداوند میگه که حتی کسانی که ما را لعنت میکنن، ما به ما جفا میرسانن، ما باید وارا دوست داشته باشیم. چون مشکلات بالای ما کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستیم زیاد میآید. و اما این مشکلات تنها شامل حال ما نیست. وقتی که ما حادثات طبیعی را میبینیم، مثلا ما طوفان‌های دریایی را میبینیم. چند هفته پیش در آمریکا در قسمت شرق
و شمال شرق آمریکا طوفانی به نام هریکین ساندی آمد و این طوفان بسیاری کسا را در ایالت نیوجرسی و نیویورک بی خانمان ساخت. بسیار نفرها کشته شدند. بیش از 100 نفر در اینجا توسط از این طوفان ها کشته شدند. یا خانه های خوب داشتن، بعضشان بسیار امیر بودن، پولدار بودن و وقتی که در شرق ما در مورد آمریکا میشنویم فکر میکنیم حتی کسانی که خانه ریزه دارن هم پولدارتر هستن. واقعا هم هست. و اما وقتی که طوفان میآید او غریب و امیر را نمیبینه. وقتی که طوفان طبیعی، یک آفت طبیعی میآید، او یک مؤمن مسیحی و یک کسی که به عیسی مسیح ایمان نداره او را نمیبینه. چون ما همه چی مؤمنین عیسی مسیح هستیم، چی ما مؤمنین عیسی مسیح نیستیم، همه در دنیای گناه، در دنیای طبیعی قرار داریم. پس آفات طبیعی، مرضها، مشکلات بالای تمامی انسانها یکسان میآید. از همین خاطر است که خداوند عیسی مسیح اینجا واضح میکنه تا که هر چیز واضح شود. چون او یعنی خدا آفتاب خود را بر بدان و نیکان یکسان، متوجه باشین، بر بدان و نیکان یکسان میتاباند و باران خود را بر درستکاران و بدکاران میباراند. کلام خدا بسیار واضح است. ایجا خداوند در ایجا طرفداری یکی و دیگر نمی کنه، بلکه خداوند دشمنای خدا اقدر دوست داره. بله، در کلام خدا ما میخوانیم در رساله پولس رسول بر رومیان ما میخوانیم که زمانی که ما درمانده بودیم، آیت 6 فصل 5، زمانی که ما گناهکار بودیم، در آیت 8 و بعدا در آیت 10، زمانی که ما با خدا دشمن بودیم. چی؟ متوجه باشین، هنوز درمانده بودیم، ما گناهکار بودیم، ما با خدا دشمن بودیم. او با مرگ پسر خویش دشمنی ما را به دوستی تبدیل کرد. کلام خدا برای ما میگه که خدا وقتی که ما با او دشمن بودیم او با ما دوستی کرد، او ما را دوست داشت. پس هیچ فرق نداره چی کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستند، چی کسانی که مؤمنین عیسی مسیح نیستند. این آفات، این مشکلات، این مرضها بالای هر یکی هست، چون ما در دنیای گناه هنوز قرار داریم. و اما فرق بین مؤمنین عیسی مسیح و کسانی که مؤمنین عیسی مسیح نیستند است که کسانی که مؤمنین عیسی مسیح هستند حتی در مشکلات، در رنج، در شکنجه، ما عمل ما مختلف می باشه، ما شکرگزار می باشیم. حتی در سختی های خود ما ایمان داریم، ایمان ما محکم است و ما میگیم که آینده ما در حضور خداوند درست از تکلیف ها هست. بر یک چند وقت تلفن میگیریم از علی جان، برادر علی از ایران تلفن کردن. برادر علی وطنداری عزیزم روی خط هستین، بفرمایین. شما خسته نباشین علی جان، خوب بخیر هستین؟ جور هستین؟ علی جان برادر عزیزم، آوازتان قطع میآید و خواهش میکنیم یک کمی نزدیکتر با مایکروفون تلفنتان اگر لطف کنین تا که واضح بشنویم. بفرمایین. بهتر شد. بله. هلو میشنویم. چیزی گفتنی داشتین؟ بله، میخواستم نفهمیدم، تکرار کنین برادریم. هلو فکر میکنم که آواز برادر عزیزم قطع شده. علی جان خواهش میکنم که دوباره زنگ بزنین و دوباره تماس بگیرین با ما میخواهیم که از شما بشنویم. بسیار تشکر از تلفنتان، لطفا دوباره زنگ بزنین برای ما. پس کلام خدا میگه خداوند وقتی که انسانها در مشکل است، فرزندان خود و دیگران را کاملا به یکسانیت غذا میده،
هوا میته و نان میته، آفتابش بر بدان و نیکان یک قسم میباره و به همون ترتیب ما میفهمیم که باران خداوند یعنی طوفان ها وقتی که میآید بالای تمامی یک قسم میباره. درست است که خداوند برای فرزندای خود فیض داده و اینمی فیض عیسی مسیح در قلب ما که ما را جدا می سازه، چون ما عمل ما در وقت مشکلات، در وقت تنگ دستی مختلف می باشه. ما در هر حالت شکرگزاری خداونده می کنیم. کلام خدا در زبور شریف، زبور 145 آیات 8 و 9 برای ما این قسم میگه خداوند مهربان و رحیم است. خداوند چی؟ او مهربان و رحیم است، دیر غضب میکند، یعنی او تحمل میکنه حتی اگر اشتباه از ما باشه، او تحمل میکنه و پر از محبت پایدار است. محبت خدا چیست؟ پایدار است. او با همه مهربان است، با یک قوم، یک ملت و یا تنها با فرزندان خود نه، بلکه با همه مهربان است و تمام مخلوقات خود را دوست می دارد. متوجه باشین، تمام مخلوقات خود را دوست می دارد. آیا حتی حیوانات شامل ازی هستند؟ بله، خداوند ساخته واره، خداوند تمام مخلوقات خود را دوست می دارد. و اما انسان خداوند به صورت خود آفریده، انسان برای مشارکت خود آفریده. پس دوستی خداوند چقدر بالاتر برای انسان است. کلام خدا ما میخوانیم که خدا انسان به صورت خود آفرید. صورت خدا یعنی چی؟ خداوند انسان مختلف ساخت، حتی از ملائکه. خداوند ما را ساخت با ادراک، با قدرت اخلاق، با قدرت کار، با ای که ما در عمل خود، با کردار خود، با کوشش های خود چیزهایی می سازیم. خداوند خالق عالی، خالق همه چیز است و اما در خلقت خود انسان خداوند قدرت داده که تلویزیون بسازه، انسان خداوند قدرت داده که کامپیوتر بسازه، انسان قدرت داده خداوند که به مهتاب پرواز بکنه. پرواز انسان حتی از پرنده ها کده تیزتر باشه، سرعتش زیادتر باشه. خداوند انسان قدرت داده که از ماهی کده عمیقتر در دریا بره. بله، خداوند انسان اشرف المخلوقات ساخته. خداوند انسان به صورت خود آفریده. این میست صورت خدا وقتی که ما را او به صورت خود آفریده. و اما در کلام خدا ما میخوانیم که ما از جلال خدا محروم شده ایم. ما در برنامه اول در مورد آدم و حوا صحبت کردیم که آدم و حوا خداوند بر ازو هر آسایش، هر چیز داد و اما خداوند تنها به خاطر حسابداری، به خاطر از اینکه آدم و حوا، به خاطر از اینکه خلقت بفهمه که خالقش کیست، تنها گفت از یک درخت نخورین، چون خوردین میمورین. و ما میفهمیم که وا خوردن و بعد از او فوراً فهمیدن که وا لچ هستن و پنهان کردن خود را از خدا. وقتی خدا صدا زد که کجا هستی، و پنهان شدن و خدا گفت چرا؟ گفت به خاطر از اینکه ما برهنه بودیم و صدای تو رو شنیدیم و ترسیدیم. کی گفت که برهنه بودی؟ پس اوجه الزام تراشی ها شروع میشه و ما میبینیم که از جلال خدا محروم شدن. خدا را به صورت خود آفرید و در جلال خدا شریک بودن و اما از جلال خدا محروم شدن، چون تا اون لحظه را جلال خدا لباس از وا بود. از همین خاطر آگاهی نداشتن که برهنه هستند، چون جلال خدا را پوشانده بود. امی که گناه کردن، نافرمانی کردن، جلال خدا از دور شد و برهنه ماندن. پس کسانی که به عیسی مسیح ایمان میارن، خداوند اونمو جلالت دوباره برای ما میته. درست است که ما در طبیعت هستیم، هنوز هم ما لباس باید بپوشیم، اما جلال خدا هم با ما هست. ما دو لباس داریم مالی، هم جلال خدا و هم پیراهنی که ما میپوشیم. خداوند ما را با پیراهن مختلف از حیوانات برای خود پیراهن نمیسازند. پس
خداوند عین چیزه برای کسانی که مؤمنین نیستن و برای کسانی که مؤمنین هستن داده، عین حکمت داده. بعض از بهترین چیزها را در دنیا کسانی که مؤمنین عیسی مسیح نیستن ساخته. بله، پس اونمو صورت خدا تا حال هست، اونمو قدرت خلقت که خداوند بر انسان داده تا بالا هست. فرق چیست؟ فرق است که ما فوق از این طبیعت خداوند ما را به فرزندی خود خوانده و برای ما اطمینان کامل داده که از این چیزهای مشکلی که در دنیا ما ازش میگذریم این زود گذر است و از بین میره و یک روز ما در جلال خدا دوباره قدم میزنیم، در حیات ابدی قدم میگذاریم و او را هیچ کسی از ما دزدیده نمیتونه. فرقش اینمیج است. پس خداوند، اما قسمی که ما در اینجا میخوانیم، خداوند مهربان و رحیم است، دیر غضب میکند و پر از محبت پایدار است. او با همه مهربان است و تمام مخلوقات خود را دوست دارد. پولس رسول میگه تمامی طبیعت، تمامی مخلوقات با بی‌صبری منتظر روز فرزندان خداست. یعنی روزی که خداوند هر چیز نو می سازه، روز بعدی، روز آینده، روزی که عیسی مسیح بر می گرده، تمامی مخلوقات منتظر از او روز که خداوند هر چیز تجدید کنه، حتی حیوانات. تلفن میگیریم از سورینا جان از ایران تلفن کردن. سورینا جان روی خط هستین، مانده نباشین. بسیار تشکر از تلفنتان. متشکرم از برنامه خوبتون و از اینکه من این وقت رو دادید که در خدمتتون باشم. بسیار تشکر. بله. ممنون. من یک سوال داشتم، اگر در این زمینه، چون شما صداتون بهتر میرسه به تمام هموطنان و هم کیشان خودمون، میخواستم اگر لطفی کنید اونهایی که دستشون میرسه یک سایتی برای کتابخونه دیجیتال ترتیب داده بشه که هر کس در این زمینه مطلبی داره در اون قرار بده، چون ما واقعا در این نقطه ضعف داریم و اگر نیاز باشه یک کتاب دیجیتال رو به هم دیگه معرفی کنیم، شاید یکی دو تا یا سه تا، نمیدونم، حالا خیلی تعداد کمی باشه. این از این زمینه. بعد در مورد برنامه هم اگر اجازه بدید یه پیشنهادی داشتم. بفرمایید. خواهش میکنم. اینکه شما در برنامه قبلی از برادر فریبرز استفاده کردید تو برنامه‌تون که خیلی هم مفید بود و برنامه دو صدا شده بود و خیلی بهتر، ولی این هفته ایشون رو راه ندادین. حالا آیا ربط داره به اون پرونده دادگاهی ایشون با اون خانم یا نه؟ چون خواهش میکنم برادر عزیزم، برادر ما عزیز ما فریبرز با هیچ پرونده، با هیچ خانم، با هیچ دادگاهی ربطی نداره. این یک دروغی است که شیطان نمیفهم چطور آورده. برادر فریبرز ما میشناسم، او خانمشان را بسیار زیاد دوست داره، اولادهایشان را بسیار زیاد دوست داره. او مرد مسیحی است که خدا را دوست داره. شما او را نمیشناسین هرگز. خواهش میکنم اگر ای را خودتان ساختین، توبه کنین پیش خداوند و عذر بخواین، و اگر شما ای را از کسی دیگه شنیدین، بدون تحقیق هرگز این قسم چیزا نبیارین. اگر مقصدتان ای بود که شما دشواری بیارین بر از این برنامه، خواهش میکنم شما ناکام شدین و خواهش میکنم دعا کنین پیش خداوند که خداوند قلبتان تغییر بده. خداوند حاضر است که امروز قلبتان تغییر بده. او میتونه، او خداوند تغییرات است. او میتونه تغییر در زندگی شما بیاره. او شما را بسیار زیاد دوست داره. و متوجه باشین برادر عزیزم، شما از کتابخانه صحبت کردین. اگر شما لطف کرده در فارسی CRC و یا farsi.com در اوجا برین، کتاب های زیادی را، مطالعات زیادی را، کتاب مقدس ترجمه هایش میتونین که شما در اوجا بیافین و در مورد زندگی مسیحی که او تغییر میاره. در زندگی مسیحی مکاری نیست، بازی دادن نیست، فریب دادن نیست. این تغییر در زندگی شما میاره و بعد از اون شما میفهمین که برادر فریبرز چی برادر عزیز است، برادر مهربان است، برادری که شما را دوست داره، زندگیشان مقدس است. برادر عزیز ما، متوجه باشین
ما برادر فریبرزه هر باری که بیاید در شهر ما، هر باری که بیاید برای ما این جای نه تنها افتخار بلکه پر از برکات الهی است که از ایشان خواهش کنم که بیاین در اینجا و از کلام مقدس خدا بخش کنن. و اما مقصد ما که حتی ایستاده شدیم برای شما است که من عذر میکنم از خداوند محبت که او بر شما رحم بکنه و شما حقیقتا به او ایمان بیارین و زندگیتان تغییر بکنه. فرق بین مسیحیت و کسانی که در مسیح نیستن نمیست که نه تنها من شما را میبخشم بر از این اخلال، بلکه من باز هم برتان میگم من شما را با محبت عیسی مسیح دوست دارم و دعا میکنم و از فرزندان خدا خواهش میکنم که این برنامه را میبینن دعا کنین بر از این برادر که این برادر نجات بیافته به نام عیسی مسیح خداوند. آمین آمین. خدا شما را دوست داره. باز هم بسیار تشکر از تلفنی که شما کردین. البته تلفن ما در اینجا قطع شده و ما میخواهیم که یک سرود بشنویم تا که امی بعضی مسائل تکنیکی در اینجا حل شود، تا که وطندارای ما باز هم بتانن که تلفن کنن برای ما. اول یک سرود میشنویم و باز ادامه میتیم در برنامه و از شما هم میشنویم. بیاین که یک سرود بشنویم. عیسی از پناه مرا، صخره محکم مرا، لنگر اندازم در او، گر طوفان آید هر جا، لنگر اندازم در او، گر طوفان آید هر جا. عیسی است پناه مرا. در این سفر دنیا هر چیست مصیبت همراه، هر چیست مصیبت همراه. در این سفر دنیا هر چیست مصیبت همراه، هر چیست مصیبت همراه. عیسی با یک کلمش بشکست زور طوفان را. عیسی از پناه مرا. در مصیبت و علم گر آید رنج بر سرم، گر آید رنج بر سرم. در مصیبت و علم گر آید رنج بر سرم، گر آید رنج بر سرم. آنگه کلامش مرا گوید و از ره برم. عیسی از پناه مرا.
این است مرا بس یقین، رسم به دریا کنار، رسم به دریا کنار. این است مرا بس یقین، رسم به دریا کنار، رسم به دریا کنار. در ساحل جنتش یابم من او را دیدار. عیسی از پناه مرا، صخره محکم مرا. لنگر اندازم در او، گر طوفان آید هر جا. عیسی از پناه مرا، عیسی از پناه مرا، عیسی از پناه مرا. آمین. واقعا عیسی پناه ماست. واقعا وقتی که در مصیبت و الم هستیم، وقتی که در رنج هستیم، او رهبر ماست. او میتونه که بشنوه. او خدایی است که میشنوه و او درک میکنه ما را. به انسان تکیه کردن، به سازمان ملل تکیه کردن، به و یک کشور تکیه کردن، به هر کسی تکیه کردن تماما ناپایدار است. و اما تکیه کردن بر خدا ابدی است و پایدار است. محبت او پایدار است. او تمام مخلوقات خدا دوست داره. او تمامی انسانها را دوست داره. در وقت تکلیف اگر ما به او دعا میکنیم او میشنوه. تلفن میگیریم از احسان جان از ایران زنگ زدن. احسان جان وطندار عزیز من روی خط هستین. بسیار تشکر از تلفنتان و بسیار تشکر که منتظر بودین. لطف کنین بفرمایین چیزی گفتنی داشتین؟ هلو هلو سلام سلام احسان جان بفرمایین ما میشنویم. لطف کنین بگوین. درود بر شما. درود بر شما باشه احسان جان. برادر اندریاس من خیلی تشکر از برنامه خوب شما و میخواستم خودم مشکلاتی که در زندگی داشتم بر شما عرضه کنم و اینکه بگم شما اصلا نگران نباشید از اینکه عده‌ای نسنجیده میخوان یه حرفی رو بزنن شما به خود هماهنگ‌تر در مقابل اونها برآشفته بشین و دفاع کنین. من احساس می‌کنم اگر چیزی نبوده تو برادر فریبرز شما اینقدر با قوت و با ایستادگی و با استفان این کرد. این بار یک مسئله بوده، حالا رابطه که داده با دختر مشکل براش پیش اومده، اشکالی نداره ما بگیم که کرده و ایستای مسئول بخشید. برادر عزیزم خواهش میکنم بازم تحقیق کنین، متوجه باشین برادر فریبرز برادر مؤمن خداوند هست. هر چی که شما بگین فرق نداره. من شما را دوست دارم، خداوند شما را دوست داره. بسیار تشکر از تلفنتان. از داو جان تلفن میگیریم. داو جان وطندار عزیز مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. خسته نباشین، شبتون بخیر. از برنامه خوب شما خیلی ممنون هستم. بسیار تشکر. خیلی صحبت‌های جالبی دارید شما برای ما. بسیار تشکر از تشویقتان. بعد میخواستم ببینم حضرت مریم اگه اطلاعاتی داریم به ما بدین، اطلاعات جامعی از حضرت مریم زندگیش اینا. بسیار خوب، حتما برادر عزیزم داود جان بسیار تشکر از این تجویز خوبتان، از این پیشنهاد خوبتان. حتما اگر شما بخیر در هفته های آینده برنامه ها را گوش بگیرین، ما چون موسم کریسمس است، عید میلاد مسیح است، ما موضوعات زیادی داریم و در کانال محبت حتما زیاد در این مورد صحبت میشه و شما حتما بسیار چیزها را در مورد مریم
حتما میشنوین و از برنامه های ما میشنوین، از دیگه برنامه هایی که از کانال محبت بخش میشه و حتما من براتون اطمینان میتونم. بسیار بسیار تشکر بازم از تلفنتان. حتما برنامه ها را تعقیب کنین. از سلطان جان تلفن میگیریم، از ایران تلفن کردن. سلطان جان وطندار عزیز ما، مانده نباشین، روی خط هستین، بفرمایین. هلو سلطان جان، فکر میکنم آوازشان نمیاد. لطفا دوباره میتونین شما زنگ بزنین. و اما میایم برمیگردیم به موضوع خود. وقتی ما هم بسیار کم مانده. خداوند میگه من تمام مخلوقات خود دوست دارم. و وقتی که ما در مشکل هستیم، زمانی که ما در مشکل هستیم، ما میتونیم پیش خداوند دعا بکنیم. هر مشکلی که داشته باشیم، هر مشکلی که داشته باشیم، خداوند برای ما در زبور 5 آیات 1 تا 3 این قسم برای ما میگه: خداوند دعای مرا بشنو و به زاری من توجه فرما. ای پادشاه، ای خدای من، به فریاد من گوش فرادی. من به درگاه تو دعا میکنم. خداوند سحرگاهان آواز زاری مرا میشنوی و هر صبح به درگاه تو دعا میکنم و انتظار میکشم. کلمه انتظار ایجاد توقع است و توقع دارم و توقع دارم. ایجا کلمه توقع معنا میته انتظار. انتظار و توقع در ایجا یک معنا میته از لسان عبرانی. وقتی که ما ترجمه میکنیم هم توقع میشه و هم انتظار. من انتظار دارم و یا توقع دارم. در زبان فارسی هم ما قسم میگیم. ما واقعا منتظر هستیم، ما واقعا توقع داریم وقتی که ما دعا میکنیم پیش خداوند. کلام خدا اما برای ما در انجیل مقدس میگه که هر چیزی که ما از خدا میخواهیم باید مطابق رضای خدا و باید مطابق جلال خدا باشه. در اینجا نوشته است که پس پریشان نباشید. در کلام خدا ما میخوانیم فصل 6 انجیل متی آیت 31. پس پریشان نباشید و نگویید چی بخوریم و چی بنوشیم و یا چی بپوشیم و حتی در کجا بریم در کجا نرویم و غیره. چون عیسی مسیح میگه آیت 32 تمام ملت های دنیا برای به دست آوردن این چیزها تلاش میکند، اما پدر آسمانی شما میداند که شما به همه این چیزها احتیاج دارید. و اما بعضی وقتا پدر آسمانی ما نمیخواد که او چیزها رو برای ما بده. او میفهمه که ما احتیاج داریم و اما نمیخواد که او برای ما بده. امکان داره که ما مغرور شویم، امکان داره که با او دادن ما از خدا دور شویم، شاید به خود ببالیم. و اما او میفهمه که کی بته برای ما کی نته. تا زمانی که ما در این دنیا هستیم او ما را دوست داره. تنبیه خداوند از دوستی خداوند است. آیت 33 میگه اول پادشاهی خدا و عدالت او را. کلمه پادشاهی ایجا همچنین میتونه ترجمه شود اول رضای خدا، اول خواست خدا، اول پادشاهی خدا و عدالت او را بطلبید و همه این چیزها نیز به شما داده خواهد شد. پس نگران فردا نباشید. نگرانی فردا برای فردا و بدی امروز برای امروز کافی است. کلام خدا برای ما میگه. پس وقتی که ما توقع داریم، انتظار داریم، کلام خدا برای ما میگه ما باید هم توقع داشته باشیم از کلام خدا. ما باید هم انتظار داشته باشیم، چون او واقعا او یگانه کسی است که او میتونه برای ما مهیا بسازه. پولس رسول این قسم میگه. پولس رسول میگه که و برای این که به خاطر مکاشفات فوق‌العاده‌ای که دیدم مغرور نشوم. کلمه مغرور نشوم متوجه باشید. مغرور نشوم. ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شده و یا خداوند اجازه داده که این قسم یک دردی سر ما بیاید، مانند قاصد از طرف شیطان مرا بکوبد تا زیاد مغرور نشوم. متوجه باشید اینجا داستان ایوب در یاد من میآید. ایوب شیطان خدا را میگه که تو 4 طرف ایوب محاصره کردی، او رو در محافظت خود گرفتی. تو یک دفعه می محاصره خود خلاص کو. باز ما میبینیم که تو ایوب تو را پرستش میکنه و شکر میکنه و ما میفهمیم از داستان ایوب که ایوب در چقدر مرض بد گرفتار شد. او خانواده خود از دست داد، فرزندای خود از دست داد و اما وقتی که ما
کتاب ایوب که کتاب بسیار کلانه میخوانیم میفهمیم که تا آخر او خداوند ستایش میکنه با او رنجی که ایوب دید. من فکر نمی کنم بسیاری کسایی امروز مثل ایوب واری رنج دیده باشن و اما ایوب در هر چیز باز هم خدا را سپاس گفت. او حتی گفت آیا من چیزهای تنها خوب از خدا بخوایم و اگر چیزهای بد میایم من ناله کنم پیش خدا؟ هرگز نه. او میگه هرگز نه. پس پولس رسول اونمو چیزا میگه ناخوشی جسمانی دردناکی به من داده شد مانند قاصدی از طرف شیطان مرا بکوبد تا مغرور نشوم. باز کلمه مغرور نشوم دوباره ایجا 3 بار از خداوند درخواست کردم. او دعا میکرد که آن را از من دور سازد. بعضی وقتا خدا نمیخواید اما او در جواب من گفت فیض من برای تو کافی است. فیض من برای تو کافی است زیرا قدرت من خدا میگه در ضعف تو کامل می شود. پس چقدر بیشتر با مسرت پولس رسول میگه پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. پولس رسول میگه من چقدر باید زیادتر فخر کنم که من به خاطر ایمان خود به عیسی مسیح به خاطر از قدرت خدا که از زندگی ما برای مردم بخش میشه چقدر ما به او افتخار کنم به صلیب عیسی مسیح افتخار کنم حتی اگر ما در شکنجه حتی اگر ما در رنج هستم. و در این صورت پولس رسول یک مرض داره یک مرض جسمانی داره یک درد جسمانی یک ناخوشی جسمانی بهش آمده ناخوشی جسمانی دردناکی. من نمیفهم که چه قسم دردناک بوده نمیفهم که قلبش بوده گردایش بوده استخوان دردی داشته پای دردی داشته چه قسم یک مرض بوده خبر ندارم و اما دردناک بوده شاید می نالیده و اما با آن هم او خدا را جلال میته با آن هم او خدا را جلال میته. سلطان جان باز تلفن کردن که قبلا تلفنشان نشد. سلطان جان مانده نباشی وطندار عزیز ما روی خط هستین بفرمایین. خسته نباشید حسین جان. شما خسته نباشین سلطان جان بفرمایین چیزی گفتنی داشتین؟ من به شما ارادتمندم. این شور شما را حرارت شما را میبینم پرشور و پرحرارت میشم. من شما را دوست دارم. خدمت شما در مورد مشکلات صحبت میکردید. هیچ کس در این عالم نیست که مشکل نداشته باشه. بله. همه گرفتار مشکلند. بله. عیسی هم مشکل داشت. بله. مشکل عیسی این بود که دیگران او را رها کردند. این خود مشکل بود. هیچ کسی در این عالم نیست که مشکل نداشته باشه. مشکل عیسی حل شد، مشکل دیگران هم حل میشه. تمام مشکلات حل خواهد شد. من از شما یک سوال فقط دارم. برنامه شما رو چند بیست می‌بینم واسم یک سوال بود و اون این که چرا نام شما حسینه؟ آیا جناب عیسی حواری داشت که نام او حسین بوده؟ بسیار تشکر برادران بسیار خوب سوال دارین. نام من حسین به خاطر عزیز کلمه حسین کلمه عربی است و اما قسمی که شما میفهمید در کشورهای ما و شما در کشور ایران و افغانستان تقریبا تمامی مردم از خانواده های مسلمان هستند و به همون ترتیب ما هم در یک خانواده مسلمان به دنیا آمدیم و نام حسین پدر و مادر ما برای ما داده. این را من انتخاب نکرده بودم بلکه پدر و مادر من این نام برای من انتخاب کرده و کلمه حسین و یا حسین به معنای خوبصورت هرچند که من خوبصورت نیستم و اما خداوند خوبصورتی روحانی را در قلب من گذاشته اگر حتی او دیده نمیشه پس این یک نام است. نه شاید بعضی از شاگردای عیسی مسیح نامش حسین بوده در کشورهای عربی خبر ندارم و امروز اما بسیار حسین های زیادی هستند که مؤمنین عیسی مسیح هستند که از جمله یکش هم من هستم. مسیحیت به نام ربطی نداره. نام شما جورج است، حسین است، علی است، ابوالفضل است، غفار است، ستار است، هر چه که هست. عیسی مسیح میگه من شما را دوست دارم، من شما را بسیار دوست دارم. او میگه ای تمامی کسایی که گرانبار هستین و زحمت میکشین. گرانباری از این چیز هستین که نام از او چیست؟ آیا او حواری داشت؟ گرانباری از این هستین که تلاش میکنین و کوشش میکنین که یک چیز در بیافین. عیسی مسیح میگه
ای تمامی کسانی که گرانبار هستین و پریشان هستین پیش ما بیاین و ما برای شما آرامش میتم. از ما تعلیم بگیرین. و میگه چون تعلیم ما یگانه تعلیم از عیسی مسیح میگه که شما را میتونه در جای برسانه. او چی میگه؟ میگه که یوغ مرا بر خود گیرید و از من تعلیم یابید، زیرا من نرم دل و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت، زیرا یوغ من خفیف و بار من سبک است. عیسی مسیح ایره میگه. عیسی مسیح ایره میگه. پس برادر عزیزم بسیار تشکر از تلفنتان. بسیار تشکر. اگر شما میخواین که در مورد ما زیادتر بفهمین لطفاً به وبسایت ما برین andarias.com. در اوجا شما میتونین زیادتر در مورد ما بفهمین. و بسیار باز هم تشکر. نام ما حسین از این خاطر است که این ما انتخاب نکردیم. هیچ فرقی هم نداره که نام شما هر چی که است. عیسی مسیح شما را دوست داره و عیسی مسیح هر کس میخواد نجات بده. خدا را شکر. پس پولس رسول چی میگه در آخر؟ میگه پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز میپذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. حتی اگر مردم سر ما حمله بکنه، حتی بالای ما دشنام بزنه که تو این قسم بدکار هستی، تهمت ناحق را میگن. مثل که برادر عزیز ما تهمت ناحق انداختن بالای برادر فریبرز، و اما برادر فریبرز هم کلام میشن با پولس رسول، هم کلام میشن با ما با کلام خدا. چی؟ پس چقدر بیشتر با مسرت به ضعف و ناتوانی خود فخر خواهم کرد تا قدرت مسیح مرا فرا گیرد. بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها، دشواری‌ها را با آغوش باز میپذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. خداوند شما را برکت بده. برادر علی تلفن کردن از ایران. بسیار تشکر برادر، اما متاسفانه وقت نداریم. لطفاً در برنامه دیگه حتما زنگ بزنین، از شما میشنویم. فیض خداوند عیسی مسیح تمامی شما باشه و متوجه باشین که عیسی مسیح شما را بسیار دوست داره. هر جا که هستین، در هر جایی که هستین، هر کسی که هستین، برکاتی از او کت شما باشه. آمین. تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، دوستم مسیح، یارم مسیح، در هزاران عزیزم مسیح، تنها هادیم تویی ای مسیح، تنها هادی